اومدیم با یه پارت دیگه از بازی واکینگ دد. عشقای منی دا جیگری. اصلا سر همین داستان اینا رو میذارم اینجا. سلامتی شما خوبا. به 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 به. اوه رو زمین خوابیدم. اصلا زندگی داره بد فشار میاره. دلار چنده؟ الو، باید کار رو شروع کنیم دوستان. فندک جای اصله همونه گرفت. سوالی که چرا؟ از کجا؟ وقتی که این زندگی دیگه میبینید سخت شد. باید چیکار کنم اینو؟ ولش. به ماشین چرخ 24 ساعته ما خوش اومدید. با این ماشین دورهای فیزیکی، غیر فیزیکی همه کار میتونید توش بکنید دیگه. این ماشین دوره همیه. شاتگان نمیبریم، بچه ها یکم روحیه‌شون چیزه بدونه از اینا با خودمون میبریم. بس سیگار رو ترک. خب تکنولوژیا. اوه گفته که برو چی؟ 1 2 3. الو، هوش مصنوعی مست که نمیشه آورد. واقعا کار میکنه؟ نوشته چجوری ازش استفاده کنم؟ وایسا. گفته که خب نزده رو چند باید بریم. من به هوش مصنوعی دادم، گفتم من میخوام کلاس به دردمون نمیخوره. کار ما اینا نیست آقا. ما یه نقشه یادمه داشتیم. ما باید از اینجا بریم شکار. حالا باز خدا رو شکر روز آخرین بار که ما رفتیم شکار. چرا این روزش با شبش زیاد فرق نداره؟ اوه برج چیز، اون برجی که قرار بود پلن اجرا کنیم. این قایق ما دوستان. آقا من کلتم آوردم با خودم، فقط سیگار آوردم. چقدر تیر داره دوست؟ 2 تا. انشالله که کلت پیدا. دیگه نمیتونم خودم کنترل کنم. جلو بیا جلو اینم میخوای چیکار کنی؟ سلام، خسته نباشی. جلو نیا. تو نیا به اینجا. کجا باید برم؟ بابا این نقشه ما رو بده. سلام، خسته نباشی. حالا حرکتو. واه عجب چیز خفنی آقا. نفر بعدی. اصلا دلم نمیخواد از تفنگ استفاده کنم. بچه‌مون رو ببینیم کجا داریم. درست میریم. بیا خوبه. عقب بینیم بابا. اینا تو دوستان سیگار نکشید. سیگار واقعا چیز بدیه. جنبه فان این بازیه. حالا کجا دارم میرم؟ آقا کجا داری ما رو میبری؟ این با بچه محلاش ریختن اینجا. نه رفیقت نه تو. این چاقو موقو نداریم؟ این چیه؟ این مالی شهر دیگه است. ایوه چرا اینقدر بازی سکوت داره؟ بیا بریم این بالا ببینیم این بالا چیه. استرس دارم. اوه مال سگه. خدا وکیلی خیلی حالم بد بود، نیاز داشتم. الان میام. آقا اینو بذار جیبت غلاف کن. چرا اینقدر همه وسایلام وله؟ من شلختم یا وسایلام؟ شایدم بازی میراد داره. آقا ما یکم بشینیم، خسته ایم. آقا رکورد خودم میخوام بزنم. بریم. تموم شد ماشاءالله. بابا نه آقا چرا اینقدر زیادی عوض یا پیدام کردی؟ خسته نباشید. اینقدر سیگار کشیدیم ریامونو آخر. نمی‌سازه تو رو با یه همچین چیزی. برو ولمون کن جون مادرت. زدم وسط شکمه داشت کثافت. واه فرار بریم منطقه خودمون. وای نیایید تو رو قرآن. نیا حالم خیلی بده، دارم میمیرم فکر کنم. چیزی که باید پیدا کردیم. سیگه چیه؟ نشسته برو ما خیلی تیر داریم. جون جد داریم رو بخورم شاید یکم حالمون خوب شد. بیسیم. الو ببین چی پیدا کردم. خب یکم تونستیم به سمت بهبود بریم. با اینو نمیشه خورد. سیگار نمیاد بکشیم. همین آقا باور کن پشت این یه چیزیه. بابا باز شد دیگه. ما هی حالا باید میشینم میرم. مثلا کی به اینا توجه میکنه؟
با قایقم اومدم. سلام. سلام. بعد اومدم اینجاها رو هم گشتم. داداش نیا میمیری، نیا. بیا همینو میخواستی، چاقوی ما رو میخواستی نابود کنی. درو بکن. چرا قوه چرا قوه چرا قوه چرا قوه. اوه مایکل جکسون. خب تیرامونو فول کردیم. ببین اینجا رو با آتیش میکشم. بچه فرار کن دیگه. برو بر چلو نه ببین من تفنگ دارم واقعا تیر ندارم. ببین یه روش بلدم. فوی یه روش فوی یه روش بسن فرار. فوی فرار کن بابا. واسه چی میای خونه مردم که نمیدونی کجا؟ قایق کجا؟ آقا ما فکر کنم گم شدیم. بعد اینا هم هی دارن میان، نمیدونم چرا تمام نمیشن. یه جلو کجا رفت؟ میام تو صورتت. واو یه جشنی هم میگیریم داره همیه کوکا میزنیم. ببین ما از این ور بخوایم بریم بیرون باید اینو بریم با سلام. برو ولمون کن. اینم با خودمون میبریم صحبت. با همینو مستقیم بریم. پس کفش پیدا کردم دوستان، 2 جفت کفش. این اصلا نبود. خب رسیدیم دیگه. اینا رو همه رو یه دور گشتیم. یه دقیقه شروع کنیم. بوی سیگارم افتاد. یه جلو بیا. نه بازی خشونتش خیلی بالاست. بایستیم این چی بخوریم. تو جونی بگیریم. این داروه هم بده. اینو میذاریم با کلی داستانای سخت. خب بابا یزیده تا ما یه چیز میگیم دستمون. بابا بلدم خودم عشق کردی. واه خب آقا بریم به سمت خونه. آقا خونه کجا بود؟ اینجا چرا انقدر شبه؟ بابا اونجا روز بود. خدا رو شکر اینجا الان انگار پاکسازی شده. نمیم چیه. به فکر کن بیای خونه شامت آماده، همه چی آماده، اصلا دیگه چی میخوای؟ دیگه از این بهتر؟ آقا ببین تو چیه داشتی؟ تفنگمو زدم باز ازم. چرا من هدف سوار این قایق خودم میشم تفنگمو میزنن؟ یادش بخیر پسرم بودیم. سر خسته ایم بچه جون. بیا اینجا. اینم از تو. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. عشق منید. بوست به تک تکتون. اینم برای همتون.